یکی ما رو کشت. خدا کنه که برار ما مادر من دیشب به میگه پر بگفتم گفتم گیلک کار کو زحمت کش که برای به تو بخوشتونی دختر مامان روز به تو بستونیم اگه کار نکنی به تو نمیستونی انا ایته گفتم خب پناه به خدا کار میکنم خب کارش تو نمیکنم تا شب به کار میکنم 100 بیکار هستم من اگه بیکار باشم چیکار کنم کن بستونم اگه بستونم به منطقه از اینا منطقه خوبی هم هست خصوص مامان نوروز باشه اشته کیف داره دیلا این چیکاری؟ چیکار میکنی برو؟ میگم این بخیری به تو در دفعه گفتم نزنم که قبل برقرار میکنی بیا از روی یک برق حالتی نداریم به 24 ساعت 4 ساعت برق نداریم خونو که چیکار کنم؟ خونو که دیگه برو آدم بخیری نمیزنه میره به زیر کرسی میشینه میگم یک گپی به تو بگم یا نه؟ چی گفت؟ مامایم بدیم به سرا ماما نوروز یعنی دیشب دیگه تو برات مالیاله نمیدی دیگه هم روی تو به من نمیشه که بگی اکثره رو نه نمیگی نه به برار ما بگی نه به برار ما بگی گردن آقا ماشاءالله من دیشب خواب بودم بزو خونه خوب خواب بودم یک بار دیدم بچون که کف پامر بخورم هم که کف پامر بخورم یک بار خواب بیدار شدن سعی کردم ایشکی نیه بترسیدم خیال کردم که خدای نکرده مردوزمایه حال آدم که یکه باشه میترسه حالا من نام خدا کتم کبو شدم فهمیدی؟ کتم بو شدم کتم بو شدی دیگه بفهمیدی میرم به سلام اون روز که سعی کنیم می دختر خور میده یا نمیده به تو خوبه بله تا میری یا نمیدی؟ بله تو دیگه نرو برو نرو تو والی نرو باز هردمه که گفتم بیارین دو موتور که ما ببینیم با تور میباریم من میگم بیایی ببینیم دیگه برو با میایم دوست تور میگم بیاین که ببینیم با میان سراخونه مرسایی میکنن زندگی مرسایی میکنن کیشته زندگی دارن بعد میدن دیگه همالی نمیدن میگه به خسلونی مگر 10 جفتکش پاره کنی بیلا ما که یک جفتکش هم نداریم خب این مطاله برو یعنی از بستی که بری و بیایی مگر کش پاره کنی خوبه حالا ما نه نمیره بفهمیدی خوبه تو باشه برو بسرا خوبه بفهمیدی خوبه اینم برو جو پیش خودشان نکنه بکه به تو بخه بکیو خبز برق برو رمال 50 بکه که غزم برق میای با ما نداریم غزم برق دیگه برو بکه این هم رو بکشید لیلی 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 تر خیل مایم لیلی چرایی بی وفا به ما نداری میلی لیلی 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 تر خیل مایم لیلی چرایی نازنی به ما نداری میلی با قربان دم دروازم شم لیلی با قربان دم دروازم شم لیلی صدا تور میشنوم بزغالم شم لیلی صدا تور میشنوم از دور و نزدیک لیلی مثال قمشه خارتازم شم لیلی آخ لیلی 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 تور خیلی مایم لیلی 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 تور خیلی مایم لیلی چرای بابا میگم دختر بله نیت دارم بخیر خوشی تو نامزاد دار کنم خب بفهمیدی همون خالی هم که روز بیاماده بود
بچه خالی ری کرده برای گیلک به گیلک مایم مامطور نامزاددار کنه باشه. چی مسئولیت میبینی؟ یعنی بابا من چی بگم به شما؟ همون آدمه که من دیدم و من میشناسم ساده بابا. خب باشه ساده چیکار میشه؟ خب ساده شما یک بار خودشون فکر کنیم آخه مگه ندیدیم شما او؟ یعنی من چی بگم به جواب اینو؟ والا نمیفهم خود شما به کلم گفته خود توی سادیه. آیا همون لقمه نون پیدا کرده نمیتون که خودتو بخوره؟ یعنی بابا چی بگم دیگه؟ یعنی هم زنکو مثلا که شیاری داشته باشه یا مرتگا امیتو خواسته باشه که مگر زن شیاری پیدا کنه بخو. خب از که بابا مصلحت کردیم خیر بین دست شما در نکنه. خب دیو میکرد دیگه باشه که من فکرها خب بکن بابا اعمالی که من چی بگم دیگه؟ خب من که اعمال برای اینو گفت اعمال که من برای اینو خود اینو چیز نکردم که بیان که من فاطمه میکنم. خب من گفتم باشه برو مخونه مسئولیت کن سعی کن که جواب من چی میدم. نمیفهم بابا خود شما فکر کنید. به نظر من که ساده با به نظر خود شما مگر اون صبر کنیم من فکرها خب خوب گفتم من که اعمال نگفتم که برای اینو که 100% بیان که من فاطمه کنم. هم برو بیام تو پیاله چایم به خود یک دو کلمه گپ بزن. گفتم باشه گفتم من خونه و مصلحت کنم سعی کن چی میگم. خوبه باش ببینیم چی کار میشه بابا. بازم خوبه به اعمال بزنای چی نگیم بازم که من فکرها خوب کنم دیگه. هیچی دیگه بابا خود شما بیتر میفهم خود شما فکرها خوب کنید. من فکرها خوب میکنم چرتا خوب ازی. باشه. هی خب دختر میگه راست میگی سادیه. من میتونم بزرگ همین دختر خوب بودم. توی فکرها خو نکنه چرتا خو نزنه. خب باشه من قنصایی از اینو پرسان کنم که سعی کنم این خرج خود پیدا کرده میتونه یا بیکاریه. بازم من میگم از قنصایی ها میگم پرسانه بکنم از همسایه ها نو از اون دور دستا که در پیش اینا از اینجی تا به شهرم خیلی رایه همه کوها که من سنگای سیایه کجی؟ یک گپی به تو بگم کجی؟ بگو از این معامله خبر داری یا نداری؟ از کدوم معامله؟ بگو بگو آخه ما که ماما نوروز دختر خونم زاددار کردم. به کی محمدم؟ بگو بگو امی گیلک عمل بالا نیه. کدو گیله؟ اما سادگه کی نیه ایت کارا دیوانگی میکنه. اما یک روز که سگی هم بیار جنگ داده. خوب اما گیله که سگر خودی سر ما جنگ داد. آفرین ساده هم هست دیونی ما بزو بده. آره فاتح کردم. نه تا حالا فاتح هم نکردن تو به سران رفت آمد دارم. خوب اگه مرکجیر بگم که نمیگذارم مرکجیر میگم یا دول سیار ناله میرم عشق میگم بگن مقصد ما نامزاددار کنن از خود جمع گیره. خوانالی من میرم سعی کنم اشته نامزاددار میکنم. برو هر جا میری کجا؟ میرم پیش گله. برو اوش که خودی جنگ نکنی یک دمه. باشه که ما برم خودی رو گپ میزنم. بالاخره هم بگفتم من. برو همین سه کمی با این برار جوان من نمیده میره با مون ساده میده. کروز تاشون با تک و چای و سگ جنگ میده. مرکجیر میگم یا خربزی پله تو می دختر ماما نوروزه بگیری تو سعی کن ما چه کار میکنم. بیا اینجا. بله بیا اینجا. کجا میدی؟ بله کجا میدی؟ چرا کی نی؟ تو به این محله چی میگی؟ من بیامدم اینجا ما امروز بادار شوم. تو بشی بشی. بله کی میبشینی؟ من دخترم ماما نوروزه.
گردان تو با اگه دیگه تو اینجا دیدم اگه کلی تو 10 دفعه میفهمی دیوار ناد مغز سر تو بدر شانه چرا؟ دیگه تو اینجا نبینم چرا مثلا؟ ما 5 ساله به عاشقم تو اشته میای اینجا 5 سال تو عاشقی؟ آه خب اگه عاشقی چرا به تو نمیدن؟ خب خبر ندارم اون دختره که خبر داره نبینم دیگه تو اینجا چشم وقتی دیگه برو چشم وقتی به تو بگو نه دیگه نه وقتی برو دیگه میرم برامش برو وقت میرم خب برو خب میرم دیگه صبر کنه چرا دیگه میزنی؟ تو به من میبرده ببینم خوبه کلی اور تو نگاه کن وقت دینمو کختریه برو وقت اینجا عمومیه گیل نداره اگه دیگه تو اینجا ببینه خودی جریمه مالو برو ها چلچله مردی تو اینجا ما هم غطتون مردی بس که اینجا ما برون پیار خور بیارم تو سیکو دلبنده تور مندازونی یا نه گیلا بستکم با تو بگو بستکم با تو بگو بات کردم دیگه نمیام چی شدی؟ کجا شد؟ آخش نالام شد به اونجا بدیدم با کجا بودم؟ اون تدو کوچا یود بگریفتم گفتم بیا بشیر برای گفتم دیگه تو به تدی کوچا نبینم دیگه به تدی کوچا سوز نشی یک چند تا بکس و لغتم برای خلق کدم تمام زمین پی و راده برفتم اپیش به بجیست بزدی؟ باسید بگریفتم چند تا تنگوشی هم بزدی که کرایه بکنه؟ یک لبتا برای دیدم که رنجای گل شد تمام زمین پی و راده برفتم میگفتی دیگه اینجا سوز نشی گفتم تو دیگه تو به تدی محله ها دیدم از من گله نکنی بده خب چند تا تنگوشی بزدی که کیف کنه کیف میکنه خب بله چه کلیا ماسکه نمده به دست منی دست خودتونه نیه بس مسئله وقتشتی ما خوش نکردو چی خبر دارم بیا بایی مسئله بیا کار به دست رو نه که بومد بزده